چوش کردی شکر فرق جو؟ ای سحر ای زده استم همین نومی درخت بوده پاولونیا همین را کنده نمیشه این 2 سالگیش تا که این خیل باشه باور کن اگر 5 سال 10 سال گذرد هیچ اینا کنده نمیشود. سلام علیکم دوستان عزیز. امروز ما در مرکز ناحیه فرخاری بوستانی قرار داریم با دعوت اکای توشمراد همراه رحیم پروداکشن و دهقان بچه زهوربک، یعنی اوید پرورشی نهال پاولونیا از پارنیک تا آرایش در شهر و گرفتن فایده همراه اکای توشمراد برای شما معلومات خواهیم داد. همراه ما باشید. مردم فرخار لایک، کامنتاریا، پادپیساتسیا رو فراموش نسازید. ما با شماییم. اینجا دوستان جماعت وطن دهه قراتوب قرار داریم. نفرهایی که میخواهید که با بیزنس مشغول شوید، زودتر موفق شوید، صاحبکار شوید، این ویدیو چیست برای شما هست. برای پیشروی خودتون میدونید چی هست؟ 1% استعداد، 1% دستگیری، 20% انجام کاری گروهی، 78% تسلیم نشدن و از روی نقشه کار کردن است. همین نهایت مهنت دست شما است. یعنی ببینید که در مرکز ناحیه فرخار برای آرایش شهر نیست خیلی قلای مفید و از روی نگاه طبی نیست اکسیژن خوب فراهم میبره برای نفس کشی قلای بوده میتونه. ببینید برای زیبایی شهر ان همین نهال ها نیز استفاده بردگی است. اکای توشمراد همین نهال ها رو با زحمت و مهنت خودت کردگی هستی. از چند سالگی به همین کار رو آوردی و چی فایده دیدی تو؟ اکا ما امسال خدا خواهد 4 سال میشه همی پاولونیا خط زنیمات کردیم. برای برادرانم خیلی نهالای خوب تیار میکنیم، میفروشیم، یک زندگی مون پیش میبریم. فهمو، لیکن 4 ساله که شما در همین کار علاقمندی داره، لیکن ای کجا همین تجربه آموختید؟ ما تجربه را همین را در یوتیوب دیدیم. همین خیلی برادرها از ازبکستان رکلام کردن. این چیز در اروپا بسیار ترقی کرده است، بعد در ازبکستان بسیار ترقی کرده است. ما اونجا دیدیم و همون را خرید کردیم و آوردیم تاجیکستان. این چند نمود میشود این پاولونیا؟ پاولونیا نوش زیاد است. همین نوعی که تخته میشه، چوب میشه. از 4 نمود شما داریم. شما همین 4 نمود چه داره؟ خواهش میکنم همین هر 4 نمود چه گرفته بیایید. برادران عزیز، کسی که میخواهد که زودتر موفقتر گردد و در دایره ان همین چوب و تخته یکی از بیزنس های خوبترین است، با ناحیه فرخار رقم ها رو در زیر میگذارم. حتما به همین برادر تماس ببرید. اومدی اکای توشمراد قندو تبزم مالادیس بمون کو همین 4 نموده که گفتی خودت ها این کدام نمودشه، این کدام نمود من باشه برای من باشه. من یگان تاش فرقیت نکرده استم که کدامش کدام نمود است. اکا ایرا فرق نیش کم تر چیز است. نیک مو فر عدل نیکش کردگیم گرم خانواده کردگیم. اینه سورتی گیبرید 9501 است. یا حساب این فهمی برگشت فهمیدی چه خیلی فهمیدی که این مو قلمچوش عدل نمی خیلی هول کردگیم. این سورتی 9501 است. اینش سورتی FTE ای. اینه سورتی M1 ای. اینش Z07 ایش برای طرفای خنکی ای. طرفای خوالینگ طرفای همی خنکی پومیر جیرگا طولان همی طرفو دان همی سورتش سوستر میشه. اکای توشمراد بلندتره. نگاه کن حوزی همینو چند وقته شدن همین نهالو. این نهالو اکا ای قلمچه میشه. اینمی خیلی قلمچه شای خیلی ای 5-6 سانتیمتر قلمچه همین نهال تیار میشه. تو همه قد تیار شدن شه، یعنی همه قدر چیز تیار میشه. 40 روز دان خیلی تیار میشه نهال. 40 روز. خود همین با فضای تاجیکستان که بیشتر میگیرم. من میخوام که یک بار ریشه همین را ببینم. چه خیلی ببینیم همین ریشه شه. حوزی نه یک تاشه هوی میکنیم ریشه نشون میدیم. این خیلی وقتی شنوندن هم خیلی چشویی میکنن کلیونکاشا میدرونن. یعنی یو چی که در بولش ریختگی اپلیکای شولیه برای نمیره قپیدن. هر یک کسی که مثلا همین نهال رو میبره میشنوند همین کلیونکارش همین خیلی باز میکنه. کلیونکارش باز میکنه میگیره و همین خیلی زمین میکوب میشنونش تماما اوش میمونه. خب همین این ریشه های همین شولیه یا همین ریشه های همین درخت اینم خیلی در همین دروی کلوگ همین خیلی ریشه میگیره. این 40 روز دان هم خیلی ریشه میگیره. هم تنش اینم خیلی ریشه شدگی. همه تنش همین خیلی ریشه شده است.
این بیشتر در همه زمین هایی که تاجیکستان هست موافقت میکنه. مثال ما از ناحیه عینی هستم، ناحیه مسچوی کوهی. برادرانی که در ناحیه عینی مسچوی کوهی هستید، این برای شما یک چیزی نو باور کنید. برای چی؟ به اون خاطر که ما بیشتر به همون ارپروری مشغول هستیم. با گفتی خودمون سفیدور. این باور کنید نسبت به سفیدور کلایتر و آسانتر و خوبتر است. برای چی آسانتر و خوبتر است؟ با اون خاطر که پیش از همه مهلت انکشافش 2 سال ده میتونه که جواب 10 ساله رو دهد. و اکای توشمرود هم نفرهایی که مثلا در منطقه عینی و مسچوی کوی ولایت سوخت و این طرف گفتی خنکی و طرف غرم و خوالینگ دیگر چی هوای ما مثلا به همین خوالینگ و غرم چیزا موافقت میکند میبرن ای تو همین چیزا را میبرن که انا همین 2 سورت ما توصیه میکنم. این سورت Z07 ای سورت Z07 قطعی گیبرید 9501 انا همین 2 سورت توصیه میکنم در هم طرف خنکی شنوندن شه. هر دوش پچتی که یک خیل خاراکتریستیک داره. خودت میبری شما خودشو میبرن. دستافکا داریم اکم. خودمون دستافکا روی میکنیم. اگر ابیومی کلون دا بگیرن 3000 و 4000 و 2000 با ایده ما خودمون میریم اما نشون میتیم طرز شنوندن همشه نشون میتیم. همین یعنی حالش چند سوم من همین چند سومونه. اکا ای ابیومی کم دا بگیره دونش 10 سومونه قطعی دستافکاش تو همو مرکزوی نوحیه را فقط تو مرکزوی نوحیه را. این مقصد ای دوشنبه باشه شهر دوشنبه تو شهر دوشنبه را مومین آباد باشه تو مومین آباد تو مرکز همون منطقه‌ای که هست دستافکا میکنه. با دهات خودتون اومده میبرید. اگر برادرایی که مثلا از طرف همین دهات ها پیدا شوند خواهند که همین چیز رو بیشتر شنونن و با کفالت خوبتر پیدا کنن، شما امکانیت دارید که مثلا تو همون دهات فرض کردیم با عینه و با مسچو با خوجند و با خوالینگ و با غرم روید میریم کمی بسیارتر بگیرن خدا خواهد ما میریم همشه نشون میتیم. در یک سال چند دانه نهال پرورش میکنی شما؟ اکا ما هر سال کمتر میکردیم 50000 40000 میکردیم. این سال زیاد کردگیم برای طلبات در همه چیز زیادتر شدیم. ما اینا این سال 100000 نهال کردگیم برای فروش و برای شنوندن خدمات عدل ما زمین مهلت دارن همین نهالا مولا دکا تو 20 ایونا میشاشنوندا تو 25 ایونا میشاشنوندا ما علاقه در دوام ویدیو نشون میتیم ناو تیار کردیم ناو پر کردیم یک 40 روزدا تیار میشوند با هسته نهالایی که ناو etap на тайёр шудестаи мо. خب برادران عزیز من یک چیز میخواهم که با دست خودم چین کنم با دست خودم ببینم در دستمون داریم متر میخواهم که نهال 1 ساله و نهال 2 ساله که دیاگرام و دوره او چند سانتی متر رو در بر میگیرد میخواهم که برای شما پیشنهاد کنم. اکای توشمرود من اینجا من یک نهال میبینم این مانند گل برای زیبایی و برای پرورش در خانه نیست خوبه. همین پاولونیا هست. همین پاولونیا. این چند قدری نشه می؟ سال 2023 سال 2023 آنها خیلی هول بود شنوندیمش. سال 2023 شنوندگی امسال 24 تکنیک سرز شدگی. بریده نه؟ او تکنیک سرز کردگی. برای چی میکنین همین کارا که مثلا میبرید؟ چی سبب داره؟ باید هر یک نفری که همین هول رو میبرن میشنن همین کار شما رو انجام تیاد. اکا مقصد از بریدن ریشه را بخواد کردن است. ریشه‌ش بخواد کردن است. این پاولونیا یک درختش ای 0.8 تا 1 کوبا تخته میتاد در مدت 5-6 سال. 5-6 سال ما 1 سال تکنیک سرز میکنیم او را حساب نمیکنیم غیر او 5 سال میشه. ای وقت یعنی خیلی پساتکش 6 سال وقت میگیره. 6 سال انا همین چیز شنوندی 1 سال تکنیک سرز کردی 5 سال پس خدا خواهد ای 0.8 تا 1 کوبا تخته میتاد برای اورویشی باشه همین را میبری میشنونی دیگه نمیبرشه این گل میکنه پنجه میزنه گل میکنه و رویشی میشه. یعنی برادران عزیز کدوم نفری که میخواهید که مثلا همین تخته دیاد در دوام یک چند قد 5 سال ای 0.8 تا 1 کوب باور کنه بنهایت مفید بنهایت حتما مانند انا همین درخت نگاه کنیم. من درخت نشون تی اپراتور میبخشی انا این درخت نگاه کنید باید حتما دوری ان همین درخت توزه کرده شود تا که بلند شود. اگر برای آرایشی باشد یگان کار نمیکنه شما تنها میمونه چه خیلی هسته میبرگ حتی باور کنید زیبایی هم خوب است گل است. از من نشون میتم گلوش چه خیلی هستن برای شما. خب اپراتور خواهش میکنم یک بار قریب بیا. نگاه کنید دیامتری از همه قسمت پایانی ان همین درخت پاولونیا
43 تا 44 سانتیمتر است. اینا نگاه کنید جایی که آن همین درخت بریده شده است. خطا نکنم آن اگر همینجا تکنیک سرش شده بریدگیه. حتما نفرهایی که میخواهید که مثلا همین درخت به شما حتما چوب و تخته دهد باید که پایین همین بریده شود. نگاه کنید 43 44 سانتیمتر بریدگی. این چند ساله هست یک؟ این اکا سال 2022 آن همین خیلی هول بودگیه سال 2022 23 ایرا ما تکنیک سرش کردگیم اولی 23 تا آخر 23 آن همین قدر بلند شدگیه این سال دیمش میره سال 24 دیم سالش میره این بین همین دو سال با همین قدر شدگی است. این تنش یک ساله ریشش 2 ساله. خود من نفهمیدم این حرکت توشمو. این باید ریشش 2 ساله باشه تنش 1 ساله باشه. ریشش انا خیلی نیهول همین استارت این خیلی نیهول شنوندگیم سال 2022 سعودیدگی 22 تا آخرش ما 23 اولی بهار بریدگیم یک سال دا همین قدر شدگی بعد تکنیکی استرس یک ساله یعنی تنه 1 ساله ریشه 2 ساله. نگاه کنید بچه‌ها یعنی چند قدر از این بر میاد که ریشه با قوت باشد همون قدر تنش تیز انکشاف می‌یابد. تیز انکشاف می‌یابد. خب نگاه کنید این یک همگی ریشه 2 ساله بریده شده است تنه 1 ساله است. خب نگاه کنید یک قسمتی بالاترش من برای شما دیامترش می‌بینم. ببینید 35 سانتیمتر رو فرا میگیره که این به نهایت خوب است. اگر به حساب اریتمتیکی اهمیت دهیم اگر همین قدر رفتن گیرد در دوام وقتی معین گردیدگی 35 3.5 داشه 3.5 حالت به آمده میرسه. 3.5 اگر که حساب کرده بریم قریب به حساب میونه 0.9 تا 1 کوب در دوام 4 سال 5 سال تخته میتید حساب اریتمتیکی اگر خطا نکنم حساب کرده بریم. خب برای نفرهایی که مثلا اکایی که توشمرود از شما خریداری میکنن سکیتکا تخفیف وجود دارد یا ندارد؟ تخفیف وجود داره. ما اکا کدومی که بسیارتر میگیره نرخ دیگر خیلی نرخ میشه. آدمایی که 100 تا 200 تا میگیرن یا دیگر نرخ دونش 10 سومون برای که راه پولی داره همش در همون داخلی همو های. با آدمایی که 1000 تا 2000 3000 5000 10000 میگیرن این دیگر نرخه و معامله میکنیم. معامله میکنیم. برادران عزیز یعنی که اگر خواهید که جدی به همین سمت مشغول شوید نظارت کنید معامله‌اش هم وجود داره. حاضر دروازی همین چند متر رو فرا میگیره اکای توشمرو؟ اکای بلندیش 8 متر زیاده 830 840 میبره بلندیش. از کجا میدونید که 830 و 840 میبره؟ چین میکنیم اینا چوب است تخته است. این متر ما برادران عزیز بیاید دولی 5 متر است. مساحت میده. خوب کنی همجا اون اکای توشمرو من با دست خودم هر یک چیز برای شما اثبات میسازم. اینو 5 متر یک و 11 6 و 11 می شود در مجموع. خوب 6 11 یعنی همین تخته که حالا ما در دستمون داریم 6 متر و 11 سانتی متر رو در بر میگیره. یا برو اکای توشمرو همین کنید در همین بالا بردار ما ببینیم. با فکرم تنه خودت هم نمیرسد تا آخر شیو میرسه. حالا بالا باز با گمانم زیادتر از 1 متر باز مسافت جا داره. خب بگیره شکای توشمرو. خب اپراتور خواهش میکنم پیش بیو. خب نگاه کنید 6 و 10 بود. خب در اینجا باز میگیریم 2 و 10 دیگر در مجموع شد 8 متر و 20 سانتی متر. حالا اونه که در بالا با 20 سانتی متر دیگر ما چی داریم؟ آزادی داریم که تخته در دست اکای توشمرود بوده رسیدگی نیست. یعنی اکای توشمرود نفرهایی که در دهات جایگیر هستند برای آنها هیزم در کار خصوصا در همین مردم منطقه عینی نقش هیزم نقش کلیدی میبازد. همین ما میتوانیم که مثلا همین شاخه هایی که در بر این میبراید گیریم برای هیزم استفاده ببریم. میشود که برای هیزم استفاده بریم میشود که 100% میشود. 100 هیزم استفاده بریم میشود. نسبت به چوبی که از سفیدور ایوده ایرا گرمش بالاتره.
ранги ҳамун кумр ворид лахчаш зиёдтарак места. این خوبتر است نه؟ тар аст. یعنی برادران نگاه کنه که برای عذاب کشیدن خودتونه، برای راحت دیدن خودتون هم نیز مفید است که هزمین سرسان نشاید به کوه پوره رفته، از داخل خانه‌تون فقط تنها یک تبرچه میگیرید، کل میگیرید. برادران عزیزی که میخواهید همه نمود دستافکه از داهیه فرخور توسط اکای توشمرود به شما آمده رسد، رقم هایی را که در زیر میگذاریم همه روزه در خدمت شما هستند.